رفقا سلام، حالتون چطوره؟ ابوالفضل بهرامی هستم. اومدیم با یه نکته خیلی ریز و مهم که شاید خیلی راننده چندین سالند و هنوز اطلاعی ندارن. لایک و سابسکرایب یادت نره. دوستان، تو همه ماشینا ما 3 تا آینه تنظیم داریم که 1. آینه راننده که ماشاءالله تنظیم ما خراب و درست باید این باشه. 2. شاگردم همچین حالتی باید باشه. و 3. چیزی که ما امروز باش کار داریم. این آینه وسط 2 تا حالت خیلی مهم داره، حالت روز و شب، که خیلی از راننده ها هستن که اطلاعی ندارن این حالت شب چیه جریانش، که در اصل همین شاسی این پشت چیزه آینه است، این پشت که امروز کامل بهتون توضیح میدم. توی شب داری رانندگی میکنید و پشتی نور بالا زده و نمیتونید بهش بگید بزن نور پایین. برای اینکه چشاتون اذیت نشه و خدایی نکرده باعث تصادف نشه، این شاسی رو میزنید پایین و شد حالت شب و حالت عادی که روزه. این نکته خیلی مهمه و خیلی وقتا حتی ممکنه خدایی نکرده باعث تصادف بشه، چون چشاتون اذیت میشه و جلو رو نمیتونید قشنگ ببینید. و خواستم که حتما شما هم در جریان باشید و اینکه لایک و سابسکرایب یادت نره، حمایت از ما. مرسی. اینم یه حالت شبه دیگه.